با درود و مهر خدمت دوستان عزیز. همطور که در ویدیوی قبلی قول داده بودم که شما رو به یه معبد زیبایی در جنوب هند ببرم، امروز اون معبد و پوسترش رو تهیه کردم که ببینینش. الان پشت سر من اون معبد رو میبینید. این معبد در جنوبی ترین نقطه هند، نزدیک اقیانوس هند، در نزدیک یک شهری به اسم پاندوچری که اگه تو گوگل سرچ کنین پاندوچری میاد و بعد اونجا شهرکشون اسمش آروویلا. این معبد هم اسمش ماتریماندیره، یعنی معبد مادر. این معبد رو فرانسوی ها درست کردن. اصلا اون شهرک آروویلا مال فرانسوی هاست که 60 سال پیش اینجا مستعمره فرانسوی ها بوده و اونا این منطقه رو گرفته بودن و در اینجا اسکان داشتن و این معبد رو به عنوان یک مرکزیتی برای کل بشریت، برای آگاهی کل بشر ساخته بودن. خیلی این معبد زیباست. حالا من پوسترهای دیگه رو از اطرافش تهیه کردم که در جلسات بعد نشون میدم. یه دفعه که رفته بودیم هند خدمت بابا، اونجا یه آقایی با مادرش از آمریکا اومدن خدمت بابا، از مریدان بابا بودن. بعد از یه هفته که اونجا بودن گفتن ما میخوایم بریم معبد ماتریماندیر. کی با ما میاد؟ من که دیگه از خدام بود که با یه عده‌ای برم و راهو بلد باشن و راهنمایی کنن. گفتم من میام. من و دوستم 2 خانوم بودیم، به علاوه اون آقا و مادرش 4 نفری یه ماشین بزرگ گرفتن و با راننده خیلی واردی که اون منطقه ها رو میشناخت 20 ساعت رانندگی کرد تا رسیدیم به همین شهرک آروویلا. و چون از قبل رزرو کرده بود، چون اونجا رو نمیشه همطور سرزده رفت، باید از قبل رزرو بشه تا به ما مهمونسرا میدادن. یک ویلای بزرگ دادن که واقعا شیک و قشنگ مجانی. بعد نصف شب رسیدیم نگهبان نگاه کرد، گفت قبلا رزرو کردین؟ اون آقا گفت بله، از آمریکا آمدیم و من از آمریکا رزرو کردم. تو لیستش نگاه کرد، گفت بله بفرمایید تو. بالاخره رفتیم و 4 شب اونجا بودیم و عجب منظره. فردا صبحش که رفتیم بریم زیارت و بریم توی معبد، راه ندادن. گفتن شما چون برای 5 شنبه رزرو کردین، همون 5 شنبه نوبت شماست که برین داخلشو ببینین. اینه که ما تازه 3 شنبه صبح زود رسیده بودیم. 3 شنبه و 4 شنبه اون اطراف رو گشتیم، شهر پاندوچری رو رفتیم گشتیم، کنار اقیانوس هند رفتیم و من اونجا فهمیدم اقیانوس یعنی چی. باور کنین دریا در مقابلش مثل موش میمونه. اینقدر اقیانوس عظیمه. عظمت اقیانوس اصلا نگفتنیه و من واقعا تعجب کرده بودم از اون عظمت اقیانوس. به هر حال که بعد اطراف این ماتریماندیر بسیار زیباست و فرانسوی ها چه شاهکاری به کار بردن و چقدر اونجا رو زیبا نقش بندی کردن. خود این ماتریماندیر، خود این معبد مادر 75,000 تا دیش داره، دیشای کوچیک کوچیک، صفحات کوچیک کوچیک که با آب طلا پوشونده شده. بعد روش یه صفحه نازکی از شیشه است، پشتش روش شیشه است که اون طلای داخلش آسیب نبینه. گفتن 18 کیلو طلا در کل این مجموعه به کار رفته و همطور که میبینین بسیار زیباست. داخلش هم تماما مثل برف سفید، بدون هیچ گونه تابلو، بدون هیچ گونه زرق و برق، فقط از پله ها با جوراب سفید باید رفت بالا. کسایی که رزرو کردن قبلا اجازه دارن فقط 20 دقیقه اونجا مدیتیشن کنن. داخلش هم 20 ستون سفید رنگه که جایی مثل دوشک مدیتیشن گذاشتن اونجا و هر کسی میشینه روی دوشک و تکیه میده به اون ستون و نگاه میکنه به اون گویی که کریستال اون وسطه. یک گوی کریستال اون وسط هست که یک سوراخ بزرگی به سقفه
و از اونجا نور خورشید میاد میتابه به اون گوی کریستال که اون کریستال 70 سانت قطرش بود و میگفتن از بهترین نوع کریستال ساخته شده که میتونه اون نور خورشید رو بره داخل و پخش کنه و اون محوطه داخل معبد رو نور بده، روشنایی بده. و ما نشستیم کنار این ستونا و گفتن 20 دقیقه اجازه داریم که مدیتیشن کنین. من که همش توی مدیتیشنم توی اون محوطه فقط میغلطیدم و جو اونجا منو گرفته بود. فکر میکنم 20 دقیقه کم بود، بعد 20 ساعت به ما فرجه میدادن تا ما خودمون رو دریابیم و آماده مدیتیشن بشیم. اینقدر اونجا دیدنی بود. به هر حال که اولش به اون گوی طلایی نگاه کردیم و بعد از اون چشمامون رو بستیم و مدیتیشنی که میگم من اصلا توی اون فضا گم شده بودم، نمیدونستم به چی فکر کنم، به تنفسم اصلا نمیتونستم دقت کنم. بعد از 20 دقیقه دیگه یه زنگ میزنن که مرخصین، از در دیگه خارج شدیم و اومدیم تو محوطه و برگشتیم. فرداش هم باز ما اونجا بودیم، انقدر خواهش تمنا کردیم که اجازه بدن ما یک دفعه دیگه بریم داخلش. گفتن نه، فقط یک بار، اونم با رزرو قبلی، و اجازه ندادن که ما دیگه بریم داخل اونجا. اون محوطه رو دیدیم و اون 4 روزی که اونجا بودیم واقعا من بهترین منظره هند رو فکر میکنم دیدم. البته جاهای دیگه شو اونقدر نرفتم که فکر کنم این زیباترینه، ولی به نظر من این یکی از زیباترین نقاط هنده که من با این ویدیو به شما توصیه میکنم اگه هند دوست دارین برین حتما اینجا رو ببینین. جنوبی ترین نقطهشه به اسم شهر پاندیچری و شهرک آروویلا. تو گوگل سرچ کنین حتما میاد. و اینم معبد ماتریماندیر، معبد مادر. خب در ویدیوهای بعدی من میخوام اطراف اینو و داخلش رو، اون کریستالو که پوسترش رو تهیه کردم بهتون نشون بدم. امیدوارم که بشه که شما ببینین. خب تا ویدیوی بعدی لطفا منو سابسکرایب، زنگوله و لایک کنین تا با هم باشیم.